مادر باشه. مردم میگن انسان از مادر یتیم میشه. دو تا چیز میگن تو دنیا نظیر نداره. اول میگن شیر مادره، دوم میگن مهر و محبت مادره. همه جای دنیا رو بگرد، کجای دنیا آدم میخواد مثل مادر پیدا کنه؟ مأنوس غمخوار نسبت به اولادش. اگر یه دردی داشته باشی 100 برابر این درد و مادر داره. اگه بزرگترین غم دنیا رو تو دلش داشته باشه، یه خار به دست اولاد بره، این مادر بیقراره. امروز اومدی تو مجلس این مادر نشستی، چطور میخوام من ذاکر حق مجلس این مادر رو ادا کنم؟ به والله نمیشه زحمات پدر مادر رو بیان کرد. جوانه اومد محضر پیغمبر، یا رسول الله مادرم رو کول گرفتم، 19 بار بردم زیارت خانه خدا طواف کردم. گفت جوان یک بار دیگه مادر رو ببر طواف کن، تازه ثواب یک شب بیداری مادر رو میتونی جبران کنی. این مقام مادر که میفرماید خیر دنیا میخوای مردم بزرگوار، عزیزان دل من، خیر آخرت میخوای، دور شمع وجود پدر و مادر مثل پروانه بشن. بگو بابا مهر علی جان الان یک